امروز 19 بهمنه، روز سیاهکل، روز واقعی بی‌نظیر و تکان دهنده در تاریخ مبارزاتی آزادی خواهانه و مبارزات سوسیالیستی در جامعه ما. امروز روزی است که همه ما بهش افتخار میکنیم. قوت قلب به ما داد. در برهوت بی صدایی، در دوره سرکوب ملوکانه، در دوره شادمانی های بی پایه، در دوره‌ای که مبارزان صداشون فرو خفته بود گرچه از بین نرفته بودن، جنبش مسلحانه با سیاهکل آغاز شد. من البته یقین دارم مبارزان سیاهکل اینقدر سنجیده بودند که دست به عملی که بلافاصله درش آثار شکست یأس ظاهر میشه نزنند. این بهشون تحمیل شد. اما همین اراده آنها و همین شروع آنها و همین شکستن دیوار سکوت نکبت‌آلود امپریالیستی و استبداد واقعی دگرگون کننده، واقعی دلشاد کننده و دلگرم کننده شد. ما از مشروطه، از حیدرخان اموغلی، از جنبش کارگری دهه 20، از نهضت ملی کردن نه، از مبارزه مردم علیه رژیم ستمشاهی و ستمگرایی‌های امپریالیستی در زمان خودش که با ناکامی مواجه شد، همه اینها رو تجربه کردیم. همه اینها یادگارهای درخشانی است برای ما که به ما درس میده، درس‌های جاودانه. اما در میان همه اینها نگین درخشان سیاهکل بر تارک تاریخ مبارزاتی وطن ما و سرزمین ما، بلکه همه مردم منطقه و جهان نشسته است. ما با راه‌های مختلفی مسیر خودمون رو ادامه دادیم، اما وفاداری ما، تحسین ما، تقدیر ما از سیاهکل هرگز فروکش نمیکنه و نکرده. ما بسیاری، ما همه اعضایمون، همه کسانمون عضو یک قبیله ایم، قبیله عاشقان. گرچه به تیر و طایفه های گوناگونی تبدیل شدیم، تقسیم شدیم، گرچه عزم راسخ دلهای قهرمانتون ناتوان شد، اما همه شما از قبیله عاشقان قبیله اراده مانده اید. سیاهکل واقعی است که اراده نسل‌ها رو پابرجا نگه می‌داره و ما رو استوار در راه خرد برای تغییر جامعه محروم، جامعه ناآزاد یاری میده. عرضی ندارم. یادگار سیاهکل گرامی باد به همه